الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما بودم درباره ایمان به کتاب‌های آسمانی مطالبی رو خدمت شما عرض کردم. در ادامه مطلب علامه طحاوی رحمت الله علیه در کتاب خودشون عقیده طحاویه یکی از ویژگی‌های اهل سنت و الجماعت را بیان می‌کند. این مطلب را بارها من عرض کردم خدمت شما که اهل سنت و الجماعت این افتخار را دارند که قبل از آن که یک چیزی را به عنوان عقیده خودشون برگزینند، قبل از آن که معتقد به یک چیزی باشند، برگشتند به قرآن و احادیث صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی این که اعتقاد و باورهای دینی خودشان را از قرآن گرفتند، نه این که ابتدا عقیده و باوری رو انتخاب کرده باشند، بعد از این بروند سراغ قرآن و آیات قرآن و روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، این آیات و روایات را تأویل بکنند که مطابق و همسوی با عقیدهشان باشد. این روش دوم روش اهل بدعت و ضلالت هست. اما اهل سنت و الجماعت هر چیزی را که در قرآن کریم بیان شده به آن معتقد هستند و هر چیزی را که در روایات صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان شده به آن معتقد هستند. در این زمینه عقل را به عنوان یک منبع برای تشریع یا برای تبیین باورها و عقاید یا برای انتخاب عقیده به صورت مستقل قبول ندارند، بلکه منبع اصلی و مصدر اصلی بیان عقاید قرآن هست و بعد از آن سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در مرحله سوم اگر عقل همسو باشد با قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب این هم یک نوع تأییدی هست، وگرنه معیار اصلی ما قرآن و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. بعد از ذکر ایمان به فرشتگان و پیامبران و کتاب‌های آسمانی، علامه طحاوی رحمت الله علیه این مطلب را ذکر کردند که
و نسمی اهل قبلتنا مسلمین مؤمنین و نسمی اهل قبلتنا مسلمین مؤمنین. و در ادامه می‌فرماید ماداموا بما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم معترفین وله بكل ما قاله و اخبر مصدقین. علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید که ما اهل قبله را، یعنی کسانی را که با ما در قبله اشتراک دارند، یعنی تمام فرقه های مسلمانان را، تا زمانی که این فرقه ها آن چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانب الله متعال آورده و به ما ابلاغ کرده، تا زمانی که این اهل قبله این موارد را قبول دارند و به تمام فرموده ها و توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم و اخباری که رسول الله صلی الله علیه و سلم دادند، تا زمانی که به این موارد ایمان داشته باشند و باور داشته باشند، ما آنها را مسلمان و مؤمن می‌دانیم. آنچه علامه طحاوی رحمت الله علیه در اینجا اشاره کردند و نسمی اهل قبلتنا مسلمین مؤمنین، این یکی از تفاوت‌های اهل سنت و الجماعت با اهل بدعت هست. این نقطه‌ای که علامه طحاوی اشاره کردند نسمی اهل قبلتنا مسلمین مؤمنین، این در روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم با الفاظی نزدیک به این بیان شده. روایتی هست در صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند من صلى صلاتنا و استقبل قبلتنا و اکل ذبیحتنا فذاک المسلم. هر کسی که همان گونه که ما نماز میخونیم نماز بخونند، همین نماز ما را بخواند و به طرف همین قبله ما در هنگام نماز رو بکند و بایستد و ذبیحه ما را حلال بداند، این مسلمان هست. این عقیده را اهل سنت و الجماعت از این مطلبی که در این روایت آمده گرفتند. اما در مقابل اهل سنت و الجماعت فرقه های منحرفی بودند در طول تاریخ که برخلاف راهنموده های رسول الله صلی الله علیه و سلم و برخلاف آن چیزی که از قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست و تصریح شده، اعتقادات و باورهایی را برای خودشون انتخاب کردند. و این ویژگی اهل سنت و الجماعت هست که در میان تمامی فرقه هایی که در طول تاریخ پدید آمده و منتسب به اسلام هستند و خود را فرقه های اسلامی می نامند، اهل سنت و الجماعت میانه ترین و معتدل ترین این فرقه ها هستند. به طور مثال درباره همین که آیا مسلمانی که مرتکب گناهی بشود کافر هست یا مسلمان هست، اهل سنت و الجماعت در این زمینه میانه هستند. یکی از قدیمی ترین فرقه های ضلالت و گمراهی که در میان مسلمانان پدید آمد فرقه خوارج هست. خوارج و معتزله معتقد به این هستند که هر مسلمانی که گناهی را انجام بدهد با این گناه از اسلام خارج می شود. خوارج اون را مستقیما میگویند که هر کسی که گناهی را انجام بدهد مرتکب گناه کبیره بشود کافر هست، و معتزلی ها میگویند که از ایمان خارج شده منتها هنوز کافر نشده، نه مسلمان هست و نه کافر هست. این یک طرف قضیه. یعنی خوارج و معتزله معتقد هستند که مرتکب گناه کبیره از اسلام خارج هست، نمیشه اون را مسلمان نامید. و در طرف دیگر یک گروه دیگر هستند به نام مرجعه که اونها معتقد به این هستند که ایمان فقط یعنی این که شما در قلب خودتون به الله متعال اعتقاد داشته باشید،
اعمال هیچ گونه نقشی رو در ایمان ندارند. با گناه کردن، با معصیت الله متعال، با انجام ندادن دستورات الهی، با دست یازیدن به محرمات الهی، هیچ کدام از اینها در ایمان تأثیری رو ندارند. از یک طرف خوارج و معتزله می گفتند که با گناه انسان از ایمان خارج می شود، از اسلام خارج می شود. در طرف دیگر مرجعه هستند و می گویند که هر گناهی رو که انسان انجام بدهد، اگر تمامی اوامر الهی رو تعطیل بکند، انجام ندهد و تمام نواهی و گناهان را انجام بدهد، باز هم این انسان مؤمن و مسلمان کامل هست. اهل سنت و الجماعت در این زمینه میانه هستند. عقیدهشون یک عقیده معتدلی هست. بدین خاطر هست که علامه طحاوی رحمت الله علیه میفرماید که ما اهل قبله خودمان را، اون کسانی که به طرف قبله ما نماز میخونند و مسلمان هستند، ما اونها را مسلمان و مؤمن میدانیم، منتها به یک شرط: تا زمانی که مادامو به ما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم معترفین، زمانی که هیچ یکی از اصول دین را و باورهایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم با عنوان باورهای اسلامی آورده و مطرح کرده، اینها رو انکار نکنند و تا زمانی که تصدیق بکنند الله متعال را و رسول الله صلی الله علیه و سلم را در مواردی که از جانب الله متعال ابلاغ کرده، اگر این موارد را بپذیرند، ما اونها را مؤمن می‌دانیم. عقیده اهل سنت و الجماعت در این زمینه این هست که اعمال جزو ایمان هستند. یعنی مجموعه اعمالی که ما انجام می‌دهیم، اهم از انجام واجبات یا ترک محرمات، اینها جزو مسمی و اصل ایمان هستند. یعنی این که ایمان با انجام دادن اطاعت و بندگی اضافه می شود و با انجام دادن گناه و معصیت کم می شود. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست. اگر مسلمانی معتقد باشد، اهل قبله و نماز باشد، به تمام دستورات الله متعال عامل باشد و از منهیات پرهیز بکند، ما چنین مسلمانی را مسلمان و مؤمن می‌دانیم. و اگر مسلمانی کلمه گوی لا اله الا الله هست، نماز می‌خواند، اما در کنار این موارد مبتلا به فسق و فجور هست، مبتلا به گناه هست و محرمات الهی رو انجام می‌دهد، گناهان کبیره رو انجام می‌دهد، ما این انسان را مسلمان می‌دانیم. مانند خوارج و مانند معتزله نیستیم که بگوییم این انسان به خاطر گناهی که انجام داده کافر شده. منتها میگوییم که این مسلمان مسلمانی هست، منتها فاسق هست، ایمانش ناقص هست. در میان خوارج و معتزله از یک طرف و در میان مرجعه، خوارج میگفتند که این مسلمان نیست، از اسلام خارج شده، و در طرف دیگر مرجعه میگفتند که این هیچ گونه نقصی در ایمانش وارد نشده. اهل سنت و الجماعت در این زمینه معتقد هستند که ایمان با انجام عبادت و طاعت و بندگی اضافه می شود، محکمتر می شود، قویتر می شود و با انجام معصیت کمتر می شود. و آن مسلمانانی که در کنار عبادت الله متعال گناهانی رو انجام می دهند، مرتکب گناه کبیره هستند، ما اون مسلمانان را مسلمان منتها فاسق و میدانیم و معتقدیم که ایمانشون یک ایمان ناقصی هست، زیرا که اعمالی که انجام میدهند، اهم از این که ترک واجبات کردند یا انجام محرمات بوده، اینها با ایمان تضاد دارند و باعث نقصان ایمان می شود. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست در مورد کسانی که مسلمان هستند و مرتکب گناه کبیره.
بعد از یک میان برنامه مطالب دیگر را که علامه طحاوی رحمت الله علیه ذکر کرده خدمت شما بیان خواهم کرد. خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند اینما ما رو تعلیم میده، قرآن رو به ما میآموزه. همچنین در مورد فضیلت یعنی چیزی جواب نداد، بار دوم هم اعراض کرد، بار سوم وصال حق، گامی در راستای بیداری. آیا برای مؤمنان آن زمان نرسیده که دلهایشان برای یاد الله و آنچه از حق نازل شده نرم شود و مانند کسانی نباشند که پیشتر به آنان کتاب داده شد و زمان بر آنان طولانی گذشت و دلهایشان سخت گشت و بسیاری از آنان فاسق و بدکار بودند. داشتم عرض می‌کردم که اهل سنت و الجماعت همان گونه که دین اسلام در میان تمام ادیان معتدلترین دین هست، اهل سنت و الجماعت در میان تمامی فرقه ها و مذاهب معتدلترین مذهب هستند. درباره مرتکب گناه کبیره و بحث تکفیر علامه طحاوی رحمت الله علیه در اینجا یک مطلبی رو بیان کردند و در آینده نیز مطالبی در این زمینه دارند که سر فرصت خدمت شما عرض خواهم کرد. در اینجا علامه طحاوی رحمت الله علیه این عقیده اهل سنت و الجماعت را به این گونه بیان کرده بود که ما اهل قبله خودمان را تا زمانی که معترف به دستورات و اوامر دینی هستند ما آنها را مسلمان و اهل قبله می دانیم. یعنی این که مسلمانی که به دین اسلام به عقاید اسلامی پایبند هست، معتقد هست، منتها در کنار اعتقادش مثلا به نماز اعتقاد دارد اما نماز را احیانا ترک می کند، به روزه معتقد هست که روزه از جانب الله متعال فرض هست منتها می بینیم که شاید هم روزه نگیرد، معتقد هست که زنا و سرقت و خوردن مال مردم حرام هستند اما باز هم می‌بینیم که از برخی از مسلمانان این گناهان سرزد می‌شوند. تا زمانی که انسان مسلمان این وجوب این موارد را یا حرمت محرمات را انکار نکرده با انجام این موارد از اسلام خارج نمی‌شود. این عقیده اهل سنت و الجماعت هست. منتها اگر یک انسانی بیاید و بگوید که من مسلمانم، شهادتین را بر زبان می آورد منتها می گوید که من نماز را قبول ندارم، نماز هیچ ارزشی را ندارد، اصلا نماز واجب نیست، کسی این اعتقاد را داشته باشد در واقع به صداقت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به صداقت قرآن ایمان ندارد، پس بنابراین چنین شخصی کافر می شود. این تفاوت اصلی هست در میان کسی که یک عملی رو انجام نمی دهد اما معتقد هست که فلان عمل واجب هست، یک فریضه الهی هست، من که انجامش ندادم گناهکار هستم. این یک نفر و نفری دیگر میاد نماز نمیخواند یا روزه نمیگیرد یا یک حکم شرعی رو انجام نمیدهد و منکر اصل وجوبش هست، میگوید نمازی نیست، روزه‌ای نیست. این دو نفر با هم دیگر متفاوت هستند. اون کسی که اعتقاد به وجوب دارد، اعتراف میکند به وجوب نماز و روزه و بقیه احکام، با ترک این احکام کافر نمی شود. اما آن کسی که اصل وجوب این احکام را انکار بکند به خاطر انکار یک حکم قطعی و ثبوت در واقع کافر می شود. این یک قید مهمی هست که در اینجا علامه طحاوی رحمت الله علیه بیان فرمودند که و نسمی اهل قبلتنا مسلمین مؤمنین ما داموا بما جاء به النبی صلی الله علیه و سلم معترفین. تا زمانی که این حکم را حکم الهی می دانند و به آن باور دارند، اگر انجام ندادند باز هم ما آنها را مسلمان می دانیم.
و اگر معترف به تمام این موارد بودند و از انجام معاصی پرهیز می‌کردند، ما آنها را مسلمان و مؤمن می‌دانیم. اگر در کنار اعتراف به احکام شرعی مرتکب گناه می‌شدند، ما آنها را مسلمان منتها ناقص الایمان و فاسق می‌دانیم. اگر با وجود انکار قطعی همراه با انکار حکم قطعی این اعمال را ترک کردن، ما چنین شخصی را کافر و خارج از دایره اسلام می‌دانیم. مطلب دیگری که علامه طحاوی رحمت الله علیه بعد از این مطلب به آن اشاره کردن این هست که می‌فرماید ولا نخوض فی الله ولا نماری فی دین الله. ما درباره الله متعال خودسرانه و بر اساس فکر و گمان خودمون قضاوت نمی کنیم. ولا نخوض فی الله، اصل خوض به معنی فرو رفتن هست، یعنی وارد شدن در آب، مانند کسی که در آبی فرو می رود و شیرجه می زند. علامه طحاوی می فرماید ولا نخوض فی الله، ما در مورد الله متعال بدون دلیل و مدرک و بدون استناد به قرآن و حدیث صرفاً با عقل خودمون قضاوت نمی کنیم. خداوند متعال را با عقل خودمون و با حدس و گمان خودمون به تصویر نمی کشیم و این فراتر از عقل و براتر از حدس و تخمینه های ما هست. و در ادامه می فرماید ولا نماری فی دین الله، و در دین الله متعال و در مورد احکام شریعت اسلامی ما مجادله نمی کنیم، ستیزه جویی نمی کنیم. این یکی از اعتقادات بارز اهل سنت و الجماعت هست. در مورد الله متعال هر چیزی را که باور دارند مستند به قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هست. هر چیزی را که الله متعال در قرآن کریم به خودش نسبت داده و به هر گونه‌ای که الله متعال در قرآن کریم خودش را معرفی کرده، ما میگوییم آمنا و سلمنا، ما اون را قبول داریم. از طرف خودمون برای الله متعال بایدها و نبایدهایی را تعیین نمی کنیم. الله متعال همان گونه هست که خودش را معرفی کرده. ما به هیچ عنوان توان این که الله متعال را، اسمای الله متعال را، صفات الله متعال را، افعال الله متعال را و ذات الله متعال را تصور بکنیم و به تصویر بکشیم، ما چنین توانی رو نداریم. الله متعال همان گونه هست که خودش را معرفی کرده. خداوند متعال در سوره نحل ما را منع کرده از این که الله متعال را تمثیل بکنیم یا تشبیه بکنیم، برای الله متعال مثل بزنیم. خداوند متعال می‌فرماید فلا تضربوا لله الامثال، برای الله متعال مثل نزنید. شما که الله را ندیدید چگونه خداوند متعال را تمثیل میکنید و تشبیه میکنید به چیزی که شما ندیدید؟ الله متعال صراحتاً در سوره شورا میفرماید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مانند الله متعال هیچ چیز نیست. شما با عقل و گمان خودتون بیایید هر چیزی را که شما تصور بکنید، هر موردی و هر تصویری که در ذهن شما خطور بکند، الله متعال شبیه به اون نیست. شما نمیتوانید با عقل خودتان و با گمان خودتان و با اندیشه خودتان خداوند متعال را تمثیل بکنید. لیس کمثله شیء، الله متعال هیچ مثل و شبیه و مانندی رو ندارد. منتها الله متعال سمیع و بصیر هست. این که ما میگوییم که الله متعال هیچ گونه مثل و شبیه و همانندی رو ندارد، این دلیل نمی شود که صفاتی را که الله متعال در قرآن کریم برای خودش بیان کرده ما اونها را نفی بکنیم.
به این دلیل که خب انسان سمیع و بصیر هست، پس بنابراین خدا گفته که مانند الله متعال کسی نیست، لیس کمثله شیء، پس بنابراین خدا سمیع و بصیر نیست. خب این سمع را، شنیدن را، دیدن را و صفات دیگر را خود الله متعال در قرآن کریم برای خودش بیان کرده. ما در کنار این که معتقد هستیم که الله متعال هیچ گونه مانند و شبیهی را ندارد، معتقد هستیم که الله متعال اسماء و صفاتی را دارد، منتها اسماء و صفات الله متعال مانند هیچ کدام از اسماء و صفات انسانها و دیگر مخلوقات نیستند. همان گونه که ذات الهی متمایز با تمام ذوات هست، هیچ گونه شباهتی با هیچ یکی از مخلوقات ندارد، به همین گونه صفات الله متعال هم هیچ گونه شباهتی را با صفات بندگان و مخلوقاتش ندارد. ولا نخوض فی الله، ما خودسرانه و بر اساس عقل و اندیشه خودمان درباره الله متعال قضاوت نمی کنیم. حدس و گمان نمیزنیم درباره الله متعال. در روایتی در صحیح بخاری هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند امکان دارد که شیطان به عنوان وسوسه نزد شما بیاید و بخواهد شما را کم کم به یک ورطه و مهلکه بکشاند. مثلا میگوید که این کوه را کی آفریده؟ الله آفریده. آسمان را کی آفریده؟ الله آفریده. زمین را کی آفریده؟ دریاها را کی آفریده؟ الله آفریده. نهایتا شما را کم کم میکشاند به این که الله را کی آفریده. الله متعال فراتر از عقل و حدس و گمان شما هست. بدین خاطر ما نباید درباره ذات الله متعال با عقل خودمون و با حدس و گمان خودمون قضاوت بکنیم. بسیاری از موارد هستند که ما شبیه اونها رو دیدیم در دنیا، مانند نعمت‌هایی که در بهشت هست الله متعال به ما وعده داده. همون انگوری که در بهشت هست، ما در دنیا انگور دیدیم، میدونیم انگور چه هست. شیر و لبنیات و عسل و خمر و تمام اینها رو در دنیا دیدیم، اما نعمت‌های بهشت کاملا متفاوت با نعمت‌های دنیا هست. نعمت‌های بهشت را حتی ما نمی‌توانیم با نعمت‌هایی که دیدیم و مشاهده کردیم مقایسه بکنیم. پس چگونه می‌خواهیم که اسماء و صفات الله متعال را و ذات الهی را با چیزهایی که الله را که ما به صورت کلی ندیدیم با چیزهایی که دیدیم بیاییم و مقایسه بکنیم؟ پس بنابراین عقیده اهل سنت و الجماعت هست که ولا نخوض فی الله، در مورد الله متعال ما خودسرانه قضاوت نمی کنیم. هر چیزی که الله متعال در قرآن کریم برای خودش بیان کرده، تمام آن صفات را بدون هیچ گونه تعویلی، بدون هیچ گونه تمثیل و تشبیهی، بدون هیچ گونه نفی و تعطیلی و بدون هیچ گونه بیان کیفیت و تکییفی، ما اون صفات را و اسماء الهی را قبول داریم. نه نفی میکنیم آنها را و نه برایشون از طرف خودمون کیفیتی بیان میکنیم و نه صفات الله متعال را به صفات خودمان یا دیگر بندگان الله متعال تشبیه میدهیم. و در ادامه میفرماید ولا نماری فی دین الله، ما در دین الله اهل مجادله و ستیز نیستیم. حکمی را که از جانب الله متعال بر ما ثابت شده آمنا و سلمنا قبولش داریم. نمیگوییم که چرا فلان حکم این گونه هست، چرا باید ما فلان کار را انجام بدهیم. فلان حکمی که در قرآن و در حدیث و در شریعت اسلامی آمده با عقل ما سازگار نیست، با این زمان ما سازگار نیست. اینها تمام مجادله بالباطل هست. کسی که به الله ایمان دارد، کسی که به صداقت قرآن ایمان دارد، کسی که رسول الله صلی الله علیه وسلم را پیامبر خود میداند و صادق میداند، پس بنابراین اون احکامی را که از جانب الله و رسول الله و در قرآن اومده، آنها را باید آمنا و سلمنا قبول بکند و بپذیرد. پس بنابراین اهل سنت و الجماعت در مورد الله متعال خودسرانه قضاوت نمی کنند و در مورد احکام شریعت اسلامی هم هیچ گونه ستیزه جویی و مجادله هم نمی کنند.
تا برنامه دیگر و مطالب دیگر شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.